ای خدا، دوباره صبح شد و ما این صبح رو دیدیم. 1 سال و 9 ماه ما داریم تو این خراب شده داریم زندگی میکنیم. برم ببینم فرمانده کجاست. این تفنگه رو هم بردارم برم سر پستم. بچه هم نیستن انگار. 1 سال و 9 ماه من اینجا هستم، حتی صدام هم تغییر کرده. اگر فقط برادرای اون روز منو نمیگرفتن من الان اینجا نبودم. اگر فقط این اتفاق نمیافتاد لازم نبود من هر شب خوبشونو ببینم. یه افغانی از من رد شده. بایستم از فرمانه دستور بگیرن یا بزنمش. دیگه دیر رفت. اگر اونا منو نمیزدن و من نمیرفتم بیمارستان، پدرم نمیومد منو ببره سربازی و الان سر خونه زندگیم بودم. حالا هم نه از اون دختر معلوم ازدواج کرده یا نه، و نه از خونه و ماشینم و اون جنسام معلوم نیست کجا هستن. از بس که زلن منو حنجرم پرو شد و صدام تغییر کرد. این بچه از صبح تا حالا کجاست؟ شاید هنوز خوابه. اینجاست. محسنی، چل دوربین این تفنگ خوبه. از AK بهتر. محسنی، بله قربان. از صبح تا حالا کجایی؟ بچه ها تو سالن دارن صبحانه میخورن. اگر تو هم صبحانه میخوای برو تو سالن بخور. اگر خواستی بیمار منم بخور. چشم قربان، شما ببین الان میام. اینا هر چه زوره به من میگه، شاید یک نهاد صبحانه بخوره. این بچه از صبح تا حالا کجاست؟ نکنه هنوز خوابه. حالا هر موقع من کار دارم این خوابه. حالا نگاه کن چجوری این بدبخت خوابیده. چه از این گذشته. وای نزنید نزنید، وای نزنید، وای نزنید 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 تو. وای دوباره مثل همیشه خواب بد دیدم. این خواب ما رو ول نمیده. فرانده، تو که دوباره تو لنگه زور خواب بودی. بلنش زود باش بیار تا هم کارت دارم. دوباره مثل همیشه. چشم قربان، برید الان میام. کجا موندی پس؟ ببخشید قربان، رسته بودم نصری. محسنی، یه چیزی میخوام بهت بگم. میشنوم قربان. دیشب 80 دست سربازها فرار کردن. من میخوام برم دنبالشون. امروز تو از اردوگاه وظیفه داری اونایی که موندن رو جمع کنی سر صف و تنبیهشون کنی. چشم قربان، هرچی شما بگید. قربان من میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. من دیروز سر پستلن یک افغانی دیدم رد شد. به هیچ کی شلیک نکردی؟ متاسفانه کردم. خب بعد از صف گرفتن بچه‌ها تنبیه خودتم اینه که دور تا دور اردوگاه سینه خیز بری و راستی سردن سربازی تموم میشه. با اینکه ناراحتم ولی خوشحالم. خب بچه ها جمع شید همتون جمع شید، کارتون دارم. جمع شید. ماشاءالله بچه ها، هر ما گفتم بشینه این بشین، هر ما گفتم پاشید 3-4 بار همین جوری ادامه بدید و یک دفعه سری بشین سری باشید، سری بشین سری باشید. بشینن برپو، 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 بشینن برپو. خب بچه‌ها دیگه هر جا میخواید برید برید پخش. فرماندم که نیست، منم لازم نیست سینه خیز دارم. این گوشی کی داره زنگ میخوره؟ این گوشی فرمانده است. الو 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 الو.